10 متر از انسانی بر روی زمین دور می شویم. 100 متر، 1 کیلومتر، 10 کیلومتر، 100 کیلومتر، 1000 کیلومتر، 10,000 کیلومتر سیاره زمین، 100,000 کیلومتر زمین و ماه، 1,000,000 کیلومتر مدار ماه، 10 میلیون کیلومتر همسایگان نزدیک زمین، 100 میلیون کیلومتر درون منظومه ما، 1 میلیارد کیلومتر از منظومه خارج می شویم، 10 میلیارد کیلومتر کمربند کویپر، 100 میلیارد کیلومتر سیارات کوتوله، 1 تریلیارد کیلومتر داخل ابر اورت، 1 سال نوری خروج از ابر اورت، 10 سال نوری مجموعه ستارگان، 100 سال نوری ابر میان ستاره‌ای محلی، 1000 سال نوری ناحیه حباب محلی، 10,000 سال نوری بازوهای مارپیچی، 100,000 سال نوری راه شیری، 1,000,000 سال نوری همسایه کهکشانی، 10 میلیون سال نوری مجموعه ای از کهکشان ها، 100 میلیون سال نوری ابر خوشه محلی، 1 میلیارد سال نوری وب کیهانی، هستی که تا کنون کشف کرده ایم، 10 میلیارد سال نوری جهانی نادیده. و حالا به سوی زمین خودمان باز می‌گردیم. ما به عنوان ذره بی نهایت ناچیز در این جهان بیکران هنوز اینجا هستیم، اما در سفری دیگر در درون ما نیز دریایی بیکران از ذرات موج میزنند. 1 سانتیمتر چشم انسان، 1 میلیمتر مردمک چشم، 100 میکرومتر رگ خونی، 10 میکرومتر سلول های خونی، 1 میکرومتر کروموزوم ها، 100 نانومتر ساختار کروموزومی، 10 نانومتر فیبر کروموزوم، 1 نانومتر اتم ها، 100 پیکومتر اتم اکسیژن، 10 پیکومتر الکترون ها، 1 پیکومتر فضای اتمی، 100 femtoمتر هسته اتم، 10 femtoمتر پروتون ها و نوترون ها، 1 femtoمتر کوارک ها. و باز می‌گردیم. این ما هستیم، ذره ناچیز از دریای بیکران ذرات در این جهان که خود نیز از ذراتی ناچیز ساخته شده ایم.